امیر با سعید به خاطر دستگیری امید جر و بحث می کند. سعید خود را بی تقصیر می داند و از وجود امید در بین بازداشتی ها ابراز بی اطلاعی می کند. امیر در شرایط سختی قرار دارد. اگر ساواک پی ببرد که امید برادر اوست، در آن صورت خودش مورد اتهام قرار می گیرد که چرا فعالیت‌های سیاسی برادرش را پنهان کرده و گزارش نداده است. سعید بعید می‌داند که رئیسشان خبر نداشته باشد از اینکه امیر و امید برادر باشند. او حدس می‌زند که بازجویی امید را به امیر بسپارند. ولی فکر کنم خودتون میفرستن بازجویی امید. امید و تعدادی از بازداشتی ها از جمله بابک را به سلولی میاندازند که جمشید هم در آنجاست. جمشید، امید و بابک برای اولین بار است که یکدیگر را میبینند. جمشید آنها را نصیحت میکند که به جای فعالیت‌های سیاسی و افتادن به زندان به فکر سازندگی کشور خودشان باشند. من یه دختر دارم همسن شماست، برین درس بخونین مملکتتون رو بسازین. کار کجا بود بابا؟ کار صاحبش رو پیدا میکنه، باس بخوای. امیر را برای شکنجه امید به اتاق بازجویی میفرستند. رئیس و سعید از پشت شیشه اتاق بازجویی امیر را زیر نظر دارند. امیر با دو چالش روبروست. یکی اینکه باید به رئیس ثابت کند در وظیفه‌اش جدی است و رابطه خانوادگی باعث کوتاهی در خدمتش به کشور و ساواک نمی شود. از طرفی نمی خواهد امید بفهمد کسی که قرار است او را شکنجه کند برادرش است. او صدایش را تغییر می دهد و آهسته به امید می گوید که تظاهر کند زیر ضربات او درد زیادی می کشد. رئیس گویا این نمایش شکنجه امید را باور کرده است، اما با تردید. او به سعید هشدار می دهد از کسی که به برادرش رحم نمی کند بترسد. پسر باهوشیه، اما من هیچ وقت از هیچ چیز مطمئن نمیشم. از کسی که به برادرش رحم نمیکنه بترس. سعید به سراغ امیر در کافه خاچیک می رود. امیر از اینکه برادرش را شکنجه داده عذاب می کشد و حال خوبی ندارد. او از دست سعید ناراحت است، چون او را مجبور کرده کاری که نمیخواهد را انجام بدهد، یعنی شکنجه کردن، آن هم شکنجه برادرش. سعید برای آرام کردن امیر به او قول میدهد که امید را آزاد کند. سعید میارش بیرون. قول. امیر به کارخانه جمشید می رود تا شیرین را ببیند. شیرین کارگران کارخانه را جمع کرده و برایشان سخنرانی می کند. امیر که از دور حرفهای شیرین را می شنود، متوجه محسن و تعدادی دیگر از کارگران می شود که پشت سر شیرین بدگویی می کنند. امیر به محسن هشدار می دهد که سرش به کار خودش باشد. امیر شیرین را به نهار دعوت می کند. در این سکانس شاهد هستیم که ارتباط امیر و شیرین یک قدم دیگر به سمت صمیمیت پیش می رود. نگاه تو چشمات میکنم شکوه رو آغاز میکنم. چیه دیگه؟ این گنج قار. کاش میدیدیش. امیر شیرین را به خانه می رساند. شهرام هم سر می رسد. شیرین دست پاچه می شود، اما امیر به خوبی می داند رقیبش را ملاقات می کند. امیر فرشی با طرح سرو به شیرین هدیه می دهد. شهرام برای تسلیت گفتن به مریم و هما به داخل خانه می رود، اما با برخورد سرد مریم روبرو می شود. شهرام به شیرین کنایه‌ای می زند که افکار درونیش را لو می دهد. او به امیر شک کرده است. شاید خسرو، همان کسی که برای شیرین گل فرستاد، همان امیر باشد. مطمئنی کسی که گل میفرسته برای تو نمیشناسی؟
امیر شبانه هنگام بازگشت به چاپخانه با پدرش رضا روبرو می شود. رضا پی برده که او ممکن است به واسطه سعید ارتباطی با ساواک داشته باشد. امیر چنین ارتباطی را انکار می کند، اما رضا باورش نمی شود. او آزادی امید را از امیر می خواهد و او را تهدید می کند که اگر در ماجرای امید دخالتی داشته باشد حلالش نمی کند. خوب گوشاتو واکن ببین چی میگم. اگر تو ماجرای امید ردی از تو ببینم به والله قسم حلالت نمی کنم. در ابتدای اپیزود 10 در سکانسی شاهد هشدار رئیس به سعید هستیم. در ویدیوها و پیشبینی‌های گذشته گفته شد که احتمال تغییر مسیر در کاراکترها وجود دارد، از جمله امیر. او که اکنون با انگیزه ارتقاء جایگاه اجتماعی و فردی خود وارد ساواک شده تا مسیر رسیدن به شیرین برایش هموارتر شود، ممکن است در آینده انگیزه های دیگری پیدا کند، از جمله حرص و ولع زیاد برای کسب قدرت بیشتر که این میتواند باعث تقابل و درگیری او با کاراکترهایی شود که تا اینجای داستان در کنار و همراه آنهاست، کاراکترهایی از جمله سعید و شیرین. هشداری که رئیس میدهد احتمال وقوع چنین پیشبینی را بیشتر می کند. شاید رئیس هم فهمیده که امیر می تواند یک روز در پی کسب قدرت و جایگاه بالاتر خطرناک شود. در این اپیزود شاهد شکلگیری بحران‌های تازه‌ای برای امیر هستیم. موقعیت او در ساواک شکننده و متزلزل می شود، چون پدر و برادرش فعالیت‌های سیاسی می‌کنند که از نظر ساواک خرابکاری و جرم است. دستگیر شدن هر یک از آنها به اعتبار امیر در ساواک لطمه می‌زند و برایش خطرناک است. بحران دیگر پی بردن پدر امیر به خط و ربط‌های او با سعید و ساواک است. او نگران واکنش خانواده و پدرش است وقتی بفهمند که برای ساواک کار می کند. اگر پیش خانواده لو برود، یکی از پیامدهایش طرد شدن و تقابل او با خانواده است. او ممکن است در جایی از داستان بین دوراهی تصمیم گیری گرفتار شود. آیا باید قید موقعیت، قدرت و ارتقا در ساواک را بزند و از پدر و برادرش در برابر خطرها و ساواک حمایت کند، یا اینکه حرص و ولع کسب قدرت با انگیزه رسیدن به شیرین او را وادار به ماندن در سیستم و وفاداری به ساواک می کند و مجبور می شود روی روابط خانوادگیش پا بگذارد. امیر کم کم با عواقب تصمیمش برای ورود به ساواک مواجه می شود. او دارد متوجه می شود که بودن و ماندن در ساواک به این راحتی ها نیست و ساواک ارزش و اهمیتی به او و خط قرمزهایش که خانواده و شیرین است نمی دهد. او یا باید با قاموس ساواک کنار بیاید و آن را بپذیرد تا همچنان در سیستم باقی بماند و به ارتقا و مقام‌های بالاتر امید داشته باشد، یا باید برای حفظ خط قرمزهایش نه تنها از ساواک جدا شود بلکه مقابل آن بایستد که این خود میتواند او را تبدیل به خائن و دشمنی برای کشور کند. در آن صورت این فرضیه ها مطرح می شود که آیا باید منتظر این باشیم که تقابل سختی بین امیر و سعید به عنوان دوستهای صمیمی سابق شکل بگیرد، یکی در مقام تعقیب کننده و به نمایندگی از ساواک و دیگری به عنوان فراری و دشمن ساواک، یا اینکه قدرت این رابطه دوستی صمیمانه و قدیمی باعث می شود سعید در دوراهی بین رفاقت و ساواک رفاقت را انتخاب کند
و او نیز دوشادوش امیر در تقابل با ساواک بجنگد و ایستادگی کند.